با ابتکار رئیس ولایت ختلان محترم دولتعلی سعید سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی اعلام کرده شد. در این دایره ما در مؤسسه‌مان یک محفل برگزار نموده‌ایم. هر روزهای دوشنبه با راهبری استاد رحمانوف ما در اینجا جمع می‌آییم و بیت برک، شعرخوانی‌ها، افسانه‌گویی‌ها و غیره ها را به انجام می‌رسانیم. برگوسازی ما کتاب و حکمت است، این دو قوه اعتبار ملت است. کتاب یار و رفیق بهترین انسان به شمار می‌رود. هر نفری که در زندگی بیشتر به مطالعه کتاب مشغول می‌شود روزش خوب می‌گذرد. آدمی که کتاب نمی‌خواند او جاهل است و در جامعه نمی‌تواند موقع مهمی را سزاوار باشد. هر یک انسان در زندگی باید برای خواندن کتاب وقت بیابد تا اینکه از آن به خود غذای معنوی بگیرد. ما نسل نورس بیشتر باید کوشش کنیم که کتابخوان باشیم، کتاب دوست باشیم تا در جامعه یک موقع مهمی را کسب نماییم. ایا ای تاجیکستان بهتر از جان، بسازم دشمنت بر خاک یکسان. نگهبانت منم از صبح تا شام، بمان آسوده ای ملک دل ایران. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاری نیست. تاجیکستانی ز جان شیرین ترند، تاجیکستانی جوان و دلبرند. مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. تاجیک ما یک دل و جانیم، پرتو یک صبح تابانیم. شعله یک ماه شام افروز، نور یک خورشید تابانیم. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. نام بود چون جان آدم، قوت و درمان آدم. ملت ارزنده این کشوریم، دولت سامانی را بالا پریم. معلم چشم و دلها باز سازد، سخن از آدمی آغاز سازد. در قصه شنیدم که باره بوده است مرد تاجداره، در سلسله داشتی سگی چند، دیوانه و شو چو دیوی در بند. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. آفتابت شعله افشان، آسمانت اخترستان. اختر من در فضایت، تاجیکستان تاجیکستان. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی خوش لاله و ریحان و صنوبر. روزی نصیب کس به نشستن نمی شود، باید چو آسیا ز پی آب و دانه رفت. تاجیکستان ما که دولت آفرین، تاجیکستان جنتی روی زمین. نگر بر چهره مردان معنی، برای خلق خود زحمت کشیدند. برای آن که ماند نام تاجیک، غم این خلق را با هم چشیدند. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی.